گوشه آمریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو گشوده شد. در مراسم گشایش مرکز تکمیل شده آمریکایی، کوین کوورت، کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان، معروف محمدزاده، رئیس شهر خوجند، دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز بغیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه‌سازی براه مانده شده است. در محفل های ژورنالیسم کلاب، دیباتی، اینها و شخصا کمک میکنند تا اینکه ما انکشافتیم و برای تحلیل کردن، برای فکر خود را گفته توانستن، این باوری به خود را زیاد میکنند و البته زبان انگلیسی را انکشاف میدن. شرایط‌های مهیا از جمله کتاب‌ها، ویدیو دیسک‌ها، هر گونه بازی‌ها، باز میکر اسپیس داریم که در آنجا طلبگان اساساً پسر بچه‌ها یگان چیزهای نو میسازند. برای ما این خیلی شوق‌آور است. دانش آموزان بیشتر در گوشه‌های آمریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت آمریکا میگویند گوشه تکمیل شده امکان بیشتر دارد. امسال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت براه مانند، این مرکز کمک میکند. حالا 7 گوشه آمریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد میکنند.